بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا. پربرکت و بزرگوار است کسی که قرآن را که جدا کننده حق از باطل است بر بنده‌اش نازل کرد تا بیم دهنده جهانیان باشد. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. همان کسی که فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن اوست و فرزندی برای خود بر نگزیده است و در فرمان روایی هیچ شریکی ندارد و همه چیز را آفریده و اندازه هر چیز را چنان که مناسب آن بوده معین کرده است. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. و مشرکان به جای او معبودانی از بت‌ها برای خود برگزیدند که چیزی نمی آفرینند و خود آفریده شده اند و مالک زیان و سود خود نیستند و نیز مالک مرگ و زندگی و قادر به برانگیختن نیستند. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. و کسانی که کافر شدند گفتند این قرآن جز دروغی نیست که محمد بافته است و گروهی دیگر او را بر این کار یاری داده اند. به راستی آنان با این سخن به ستم و دروغ بزرگی روی آورده اند. وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فهی تملی علیه بکرة واصیلا. و گفتند این قرآن همان افسانه های پیشینیان است که محمد آن را رونویسی کرده و هر بامداد و شامگاه بر او املا می شود. قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحیما. ای پیامبر بگو کسی آن را نازل کرده است که راز آسمان ها و زمین را می داند. بیگمان او آمرزنده مهربان است. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. و مشرکان گفتند این چگونه پیامبری است که همچون مردم عادی غذا می‌خورد و در بازارها راه می‌رود؟ چرا فرشته‌ای بر او نازل نشده است تا به وی کمک نماید همراه او بیم دهنده باشد؟ او یلقا الیه کنز او تکون له جنة یأکل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. یا چرا گنجی از آسمان بر او فرود نمی آید و یا چرا باغی ندارد که از میوه های آن بخورد؟ و ستمکاران مشرک گفتند شما فقط از مردی افسون شده پیروی می کنید. انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا
فضلوا فلا يستطيعون سبیلا. بنگر که چگونه برای تو مثلها زدند و گمراه شدند، چنان که نمیتوانند راهی به سوی حقیقت بیابند. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. پربرکت و بزرگوار است کسی که اگر بخواهد برای تو بهتر از این قرار می‌دهد، باغ‌هایی که جویبارها از زیر درختان آن جاری است و نیز برایت کاخ‌های مجلل پدید می‌آورد. بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعیرا. مشرکان با این سخنها در پی حق نرفتند، بلکه قیامت را تکذیب کردند. و ما برای کسی که قیامت را تکذیب کند آتش سوزان دوزخ را مهیا کرده ایم. اذا رأتهم من مكان بعید سمعوا لها تغیظا و زفیرا. هنگامی که دوزخ آنان را از دور دست ببیند، از آن خشم و خروشی وحشتناک میشنوند. و اذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. و هنگامی که دست و پا بسته با غل و زنجیر در تنگنایی از آن انداخته میشوند، در آنجا مرگ و نابودی خود را به فریاد میخوانند. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. به آنان گفته می شود امروز نه یک بار بلکه بارها درخواست مرگ کنید. قل اذلك خیر ام جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء و مصیرا. ای پیامبر بگو این عذاب دردناک بهتر است یا بهشت جاودانی که به پرهیزکاران وعده داده شده و پاداش و سرانجام آنان است. لهم فیها ما یشاءون خالدین کان علی ربک وعدا مسئولا. هرچه بخواهند در آنجا برایشان آماده است، جاودانه در آن خواهند ماند. این وعده است بر عهده پروردگارت که بندگان پرهیزکار تحقق آن را از او خواستند. و یوم یحشرهم و ما یعبدون من دون الله فیقول اانتم اضللتم عبادی هؤلاء فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. و روزی که همه آنان و آنچه را که به جای الله می پرستیدند گرد آورده و به معبودان باطل می فرماید آیا شما این بندگان مرا گمراه کردید یا خود راه را گم کردند؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. آنان میگویند تو منزهی، برای ما شایسته نبود که به جای تو اولیا و دوستانی برگزینیم، ولی تو آنان و پدرانشان را از نعمتها بهره‌مند نمودی تا اینکه یاد تو را فراموش کردند و گروهی هلاک شده گشتند. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم
منكم نذقه عذابا كبيرا. الله به آنان می‌فرماید به راستی معبودانتان ادعای شما را دروغ شمردند، در نتیجه اکنون نمی توانید عذاب را از خود دور کنید و نه از کسی یاری بجویید و هر کس از شما که ستم کند و باعث ترویج شرک در جامعه شود عذاب بزرگی به وی می چشانیم. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ای پیامبر، پیش از تو هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر اینکه آنان نیز غذا می‌خوردند و در بازارها راه می‌رفتند و ما برخی از شما را وسیله آزمایش برخی دیگر قرار داده ایم تا روشن شود آیا شکیبایی می‌کنید و پروردگار تو همواره بیناست. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. کسانی که به دیدار ما امید ندارند گفتند چرا فرشتگانی بر ما نازل نشده اند یا چرا پروردگارمان را نمی بینیم؟ بی تردید آنان درباره خود تکبر ورزیدند و سرکشی بزرگی کردند. یوم یرون الملائکة لا بشرا یومئذ للمجرمین و یقولون حجرا محجورا. روزی که کافران فرشتگان را ببینند هیچ بشارتی برای مجرمان نخواهد بود، بلکه روز مجازات و عذاب است و فرشتگان میگویند بهشت بر شما ممنوع و حرام است و بهره‌ای جز عذاب ندارید. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. و ما به بررسی اعمالشان میپردازیم و همه را همچون غباری پراکنده میسازیم. اصحاب الجنة یومئذ خیر مستقرا و احسن مقیلا. بهشتیان در آن روز بهترین جایگاه و نیکوترین استراحتگاه را دارند. و یوم تشقق السماء بالغمام و نزل الملائکة تنزیلا. و یاد کن روزی را که آسمان با ابرهای سپید شکافته شود و فرشتگان پیاپی فرو فرستاده شوند. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. در آن روز فرمان روایی راستین از آن الله رحمان است و آن روز روز سختی برای کافران خواهد بود. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. و یاد کن روزی را که ستمکار دستانش را از حسرت میگزد و میگوید ای کاش من راهی هماهنگ با پیامبر برگزیده بودم. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ای وای بر من، ای کاش فلان کافر را به دوستی نمی گرفتم. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وكان الشیطان للانسان خذولا. بی تردید او بود که پس از آن که قرآن و دعوت پیامبر به من رسید مرا به گمراهی کشاند و شیطان همواره انسان را تنها و خوار می‌گذارد. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. و پیامبر گفت
پروردگارا قوم من این قرآن را رها کردند. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. و این گونه برای هر پیامبری دشمنی از بدکاران قومش قرار دادیم و پروردگارت برای راهنمایی و یاری تو کافی است. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا. و کسانی که کافر شدند گفتند چرا قرآن یک باره بر او نازل نشده است؟ آری، ما این گونه آن را بخش بخش نازل کرده ایم تا دلت را با آن استوار سازیم و آن را به تدریج بر تو خوانده ایم تا درک و حفظش آسان گردد. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. و کافران هیچ اعتراض و مثلی برایت نمی آورند مگر آنکه ما پاسخی بر حق و خوش بیانتر برای تو می آوریم. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. کسانی که به رو در افتاده به سوی دوزخ محشور می شوند اینان بد جایگاه تر و گمراه تر هستند. ولقد آتینا موسى الكتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزیرا. و به راستی ما به موسی کتاب تورات دادیم و برادرش هارون را دستیار و همراه او قرار دادیم. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدمیرا. آنگاه گفتیم شما دو نفر به سوی قومی که آیات ما را تکذیب کردند بروید. آنگاه پس از آنکه به مخالفت برخاستند آنان را به شدت هلاک کردیم. و قوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس آیه واعتدنا للظالمین عذابا الیما. و قوم نوح را آنگاه که پیامبران را تکذیب کردند غرق نمودیم و آنان را برای مردم نشانه و عبرتی قرار دادیم و برای ستمکاران عذاب دردناکی آماده کرده ایم. و عادا و ثمود و اصحاب الرس و قرونا بین ذلك کثیرا. و همچنین قوم عاد و ثمود و اهالی رس و نسل‌های بسیار را که بین آنان بودند هلاک کردیم. و کلا ضربنا له الامثال و کلا تبرنا تتبیرا. و برای هر یک از ایشان مثل‌های عبرت‌آمیزی زدیم و چون پند نگرفتند همگی را سخت نابود نمودیم. ولقد اتوا على القرية التي امطرت مطر السوء افلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. و بی تردید مشرکان از دیار قوم لوط یعنی شهری که باران بلا بر آن باریده بود عبور کرده اند. آیا آن ویرانه های باقی مانده از عذاب را ندیده اند؟ آری دیده اند اما به زنده شدن امید و ایمان ندارند. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا.
و هنگامی که تو را میبینند فقط به تمسخر میگیرند و میگویند آیا این همان کسی است که الله او را به پیامبری فرستاده است؟ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. و اگر نسبت به پرستش معبودان خود ایستادگی نمی کردیم نزدیک بود از راه آنها گمراهمان کند، ولی آنگاه که عذاب الهی را ببینند خواهند دانست که چه کسی گمراه تر بوده است. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. آیا کسی که هوای نفسش را معبود خود کرده است دیده ای؟ آیا تو می توانی نگهبان ایمان او باشی؟ ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبیلا. آیا گمان میکنی که بیشترشان میشنوند یا میفهمند؟ آنان همچون چهار پایانی بیش نیستند بلکه گمراه ترند. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دلیلا. آیا ندیدی چگونه پروردگارت سایه را گسترانده است و اگر میخواست آن را ثابت قرار میداد؟ آنگاه تغییر وضع خورشید نسبت به زمین را دلیل گسترش و حرکت آن سایه قرار دادیم. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. سپس با تغییر ارتفاع خورشید سایه کوتاه می شود و آن را اندک اندک به سوی خود باز می گیریم. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. و اوست که شب را پوششی برایتان قرار داد و خواب را مایه آسایش و روز را هنگام برخاستن و جنبش گرداند. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. و اوست که پیش از باران رحمتش بادها را بشارت آور فرستاد و از آسمان آبی پاک و پاک کننده فرو فرستادیم. لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا انعاما واناسيا كثيرا. تا با آن سرزمین خشک و مرده را زنده گردانیم و دامها و انسانهای بسیاری را که آفریده ایم سیراب سازیم. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. و به راستی ما آن دلایل و نشانه های قدرت پروردگار را به صورتهای گوناگون بیان نمودیم تا پند گیرند، ولی بیشتر مردم جز سر انکار و ناسپاسی نداشتند. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. و اگر میخواستیم در هر دیاری بیم دهنده‌ای میفرستادیم. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. پس ای پیامبر از کافران اطاعت نکن و به وسیله قرآن با آنان به جهادی بزرگ برخیز و شکیبا باش. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. و اوست که دو دریا را به هم آمیخت،
این یکی خوشگوار و شیرین است و آن یکی شور و تلخ و در میان آن دو مانعی نفوذ ناپذیر قرار داد. و هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا و کان ربک قدیرا. و اوست که انسان را از آب آفرید و او را دارای پیوند نسبی و سببی گرداند و پروردگار تو تواناست. و یعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم و کان الكافر علی ربه ظهیرا. و مشرکان به جای الله چیزی را می پرستند که نه به آنان سودی می بخشد و نه زیانی می رساند و کافر پیوسته در برابر پروردگار خیش پشتیبان شیطان است. و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا. و ای پیامبر ما تو را جز بشارت دهنده و بیم دهنده نفرستادیم. قل ما اسألكم عليه من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا. بگو من در برابر رسالتم هیچ پاداشی از شما نمیخواهم مگر کسی که بخواهد راهی به سوی پروردگارش برگزیند که همین مرا کافی است. و توکل علی الحی الذی لا يموت و سبح بحمده و کفی به بذنوب عباده خبیرا. و بر پروردگار زنده‌ای که هرگز نمی میرد توکل کن و به ستایش او تسبیح گوی و برای کیفر دادن همین بس که او به گناهان بندگانش آگاه است. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. همان کسی که آسمان ها و زمین و آنچه را که در میان آن دو قرار دارد در 6 روز آفرید، سپس بر عرش قرار گرفت. او الله رحمان است، پس در مورد او از آن که آگاه است بپرس و او کسی جز الله نیست. و اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن انسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. و هنگامی که به آنان گفته شود برای الله رحمان سجده کنید، میگویند رحمان کیست؟ آیا قرار است بر هر چه تو امر میکنی سجده بریم؟ و این دعوت تو بر نفرت و دوریشان از دین میافزاید. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا. پر برکت و بزرگوار است آن پروردگاری که در آسمان ستارگانی بزرگ و درخشان قرار داد و در میان آن چراغی روشن و ماه تابانی پدید آورد. و هو الذی جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يذكر او اراد شکورا. و اوست که شب و روز را در پی یکدیگر قرار داد برای هر کس که بخواهد پند بگیرد یا سپاسگزار باشد. و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. و بندگان مؤمن و حقیقی رحمان کسانی هستند که با فروتنی و متانت بر زمین راه می روند و هنگامی که جاهلان با سخنان ناپسند آنان را خطاب می کنند به جای تلافی با ایشان به نیکی سخن می گویند. والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما. و کسانی برای پروردگارشان به سجده و قیام شب زنده‌داری می‌کنند. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم
إن عذابها كان غراما. و کسانی که میگویند پروردگارا عذاب جهنم را از ما برطرف کن که بی تردید عذابش سخت و پایدار است. إنها ساءت مستقرا و مقاما. به راستی که دوزخ بد جایگاه و بد اقامتگاهی است. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. و نیز مؤمنان کسانی هستند که به هنگام انفاق زیاده روی و سخت گیری نمی کنند، بلکه بین این دو روش اعتدال دارند. والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. و کسانی هستند که با الله معبود دیگر را نمیخوانند و کسانی را که الله کشتنش را حرام کرده است جز به حق نمیکشند و زنا نمی کنند و هر کس چنین کند کیفر گناه خود را خواهد دید. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. عذاب او در روز قیامت دوچندان می‌گردد و با خواری و ذلت در آن جاودان خواهد ماند. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحیما. مگر کسی که توبه کند و ایمان آورد و کار شایسته انجام دهد، پس اینانند که الله بدیهایشان را به نیکیها تبدیل می کند و الله همواره آمرزگاری مهربان است. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. و کسی که توبه کند و عمل صالح انجام دهد، پس حقا که به درگاه الله چنان که باید و شاید توبه کرده است. والذین لا یشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما. و کسانی که در مجالس باطل حاضر نمی شوند و شهادت دروغ نمی دهند و هنگامی که به کار ناپسند یا بیهوده‌ای برخورد می کنند بزرگوارانه از کنارش می گذرند و آلوده نمی شوند. والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما وعمیانا. و کسانی که چون به آیات پروردگارشان پند داده میشوند از آن غفلت نمی کنند و در برابر قرآن چون کران و کوران نیستند. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. و کسانی که میگویند پروردگارا از همسران و فرزندانمان به ما چنان عطا فرما که مایه شادی دل و روشنی چشم باشد و ما را پیشوای پرهیزکاران قرار بده. اولئک یجزون الغرفة بما صبروا و یلقون فیها تحیة و سلاما. آری اینان به خاطر صبری که کرده اند درجات و منازل عالی بهشت پاداش خواهند گرفت و در آنجا فرشتگان با درود و سلام از ایشان استقبال می کنند. خالدین فیها حسنت مستقرا و مقاما. در آنجا جاودانه خواهند ماند، چه نیکو جایگاه
و نیکو اقامتگاهی است. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. ای پیامبر بگو اگر عبادت و دعایتان نباشد پروردگارم اعتنایی به شما ندارد و ارزشی برایتان قائل نیست. به راستی شما دعوت حق را دروغ انگاشتید، پس به زودی کیفر این کار گریبانگیرتان خواهد شد.